بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا خواندن نماز تسبیح صحیح است و درست است؟ آیا نماز به نام نماز تسبیح وجود دارد؟ بارک الله فیکم. اولا نماز تسبیح گفته کدام نماز رو در نظر دارند؟ نمازی که گویا 2 رکعت خونده می شود و در قیام و در رکوع و در سجود و در تشهد تسبیح های زیاد گفته می شود، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی و غیره، 70 باری و در هر یک یعنی قیام، در رکوع، در سجود 70 باری و غیره. آیا همچنین نماز وجود دارد یا ندارد؟ البته این چنین نماز در حدیث ضعیف ذکر شده است و روایتی که در اثبات این نماز آمده است، نماز تسبیح، از ابن عباس رضی الله عنهما است و این روایت البته موضوع و مکذوب است، یعنی گذاشته شده است و دروغ است. به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دروغ نسبت داده شده است و به صحابگان نیز دروغ نسبت داده شده است. و مختصرا وقتی که ما حدیث رو ضعیف گفتیم یا حدیث رو موضوع و مکذوب گفتیم و دروغ گفتیم، این دلالت میکرد که این حدیث مرفوع نیست، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیرسد و هر حدیثی که حدیثی بافته شده است، حدیثی که دروغ ساخته شده است، مکذوب است و موضوع است، این حدیث حجت نیست و از این حدیث هر یعنی عملی که بیان می شود به اون عمل کرده نمی شود. پس نماز به مانند نماز تسبیح وجود ندارد و حتی علماها این چنین نماز خواندن رو بدعت میگند. نماز تسبیح خواندنش بدعت است و روایتی که بار دیگر تکرار میکنیم در همین اثبات نماز تسبیح آمده است، این روایت موضوع و مکذوب است، یعنی ضعیف سخترین است که این را موضوع میگن، دروغ، یعنی حدیثی که دروغ به رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت داده است. و یگان نفر از 4 امام خواندن این نماز را ذکر نکرده اند: ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی جمیعا. یگان نفرشون در یگان جای ذکر نکردند که همچنین نماز تسبیح وجود دارد یا خوانید یا فضیلت دارد و غیره. بلکه امام احمد بن حنبل حدیثی که در این باب نماز تسبیح ذکر شده است، این حدیث را ضعیف گفتند و موضوع گفتند و دیگر محدثین به مانند یحیی بن معین، علی بن المدنی که اینها از علمای متقدمین هستند و از متأخرین تمام علمای محدثین اهل سنت والجماعت این حدیث را ضعیف میگن. پس نماز به مانند نماز تسبیح وجود ندارد، خیلی که در این مسئله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم ذکر میکنه. بارک الله فیکم.